بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. عزیزان، بسیار وقت برای ما شکایت ها میاد از پدر، از پسر، پسر از پدر میکند، پدر از پسر شکایت میکند، از برادرش، از زنش، از همسایش، از اینش، از ویش. خب قرآن در حقیقت کتاب عجیبی هست. میبینیم که قرآن برای ما میگه که تبیان لکل شیء، یعنی که بیان همه چی در اونجا هست. یعنی گاهی میشود که انسان از تقدیر خودش خشمگین میشود، به تقدیر خودش راضی نمیشود، که این یه مشکلی است که وقتی تقدیر انسان به تقدیرش اگر اعتراض کرد، به تقدیرش راضی نشد، هم گناه هم احتمال عذاب کشیدنش است در آخرت. اما انسانی که در تقدیر راضی میشود، این میداند که به درست در تقدیر راضی میشه، چیز دیگر کرده نمیشود، لیکن انسان این یک رفع درجاتش میشود و هم برای ثوابش بسیار کرده میشد در آخرت. خب گفتیم که قرآن همه چی رو بیان کرده است، از جمله مسائل روانی رو نیست. ببینید وقتی که فرزند عاصی میشود، فرزند سرکش میشود، نوح علیه السلام برای ما تسلیت هستند که مثلا کنعان نوح علیه السلام گوش نکرد. انسانی که برعکس پدرش برایش ظلم میکند، پدرش وی گوش نمیکند. ابراهیم علیه السلام برای ما یک الگوی هستند و نمونه هستند که میتونیم که با خواندن قصه ابراهیم علیه السلام برای خودمان تسلیت یابیم. زنی که شوهری بد دارد، آسیه زنی فرعون مثلا مثالش هست، برای با آسیه میشد که برای خودش تسلیت یابد وقتی میخواند، یعنی که یک دلش آرام بشه که خیلی شوهر من به درجه فرعون نیست که مثلا. یا اینکه انسانی که به زنی بد مبتلا شده است، به زنی زبان دراز مبتلا شده است، به زنی سرکش عاصیه، در این حالت به قصه لوط علیه السلام و به قصه نوح علیه السلام را میارد که در قصه اونها برای انسان یک تسلیتی هست. در حقیقت انسانی که مبتلا به بیماری باشد، قصه ایوب علیه السلام است. انسانی که از دوست داشتنی شخص خودش محروم شد، یا یک چیزی گم کرد، یگان خویشش گم شد، فرزندش گم شد، خدا نکرده، قصه یعقوب علیه السلام که 30 و چند سال در انتظار و در فراق یوسف علیه السلام دعا میکرد و نیایش میکرد و زارا میکرد، برای انسان تسلیت است. یا مثلا انسان عمکش بالاش ظلم میکند، بالاش ستم میکند، اینجا میشه با پیغمبر اقتدا کرد که ابو لهب چه خیلی پیامبر علیه السلام ظلم میکرد، چه خیلی بالا پیامبر علیه السلام ستم میکرد، پیامبر چه خیلی تهمت میکرد، عمک بود. لیکن وقتی اینا ما با چشم عبرت میخونیم، برای یک تسلیت میشود این قصه پیامبر علیه السلام. خب اگر همه این چیزا که گفتیم اگر برای انسان تسلیت ندهد، دیگر انسان هیچ تسلیت نمیدهد، نه پسیکولوگ نه روان پزشک برای و یگان فایده دارد، نه یگان کار دیگر. انسانی که میخواد تسلیت یابد، این قصه رو پیش نظر خودش گیرد و هر یک قصه که هست، مثلا انسانی که بالاش مشکلی میشد، مثل که بالاش تهدید است یا یگان نامعقولی دیگری هست، مثلا در استواری در پابرجایی، مثلا قصه ساحرای فرعون، جادوگرای فرعون که چه خیل پگور ساحر در اومدن بگوی مسلمان شدن، فرعون گفت من شما رو به دار میآویزم، سراتون میزنم، لیکن اون گفتن که خیلی تو چیکار میکنی، این کار میکردی، گفتن حیات ما رو میگیری، ما رو میکشی، دیگه چی از این چیز زیادی چیکار کردن برای ما؟ یعنی که استواری خودشون رو در دین نشان دادن. خلاصه دوستان، همه این برای ما درس است و از همه این قصه پیامبران برای خود از هر جنبش میتونیم برای خود تسلیت گیریم. خدا ما را از جمله اون بندگانی کرده که به تقدیر الله تعالی راضی هست و کسب اجر و کسب رفع درجات میکند. و السلام علیکم و رحمت الله.